شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة لك وحده لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة لك حليم لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرزی حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام مخلصان برنامه های ما، امروز همراه شما عزیزان، چون در خطا نکنم 23 ماه ذوالقعده هستیم و الکی کمی دیگر مونده است که ماه ذوالحجه داخل می شود، ماهی که ماه حج اکبر است، ماهی که
زیارت کننده های خانه پروردگار، مهمانان خداوند کریم دیگر عازم بیت الله می شوند، چون خیلی نزدیک است این موسم بزرگ و حج اکبری که در یک سال یک بار موعد دارد. من هم خواستم ایدی بعضی از گفته های مردم، خرافات ها، گپای دروغی که درباره حج و حاجیان میزنند همراه شما صحبت داشته باشم. چه خیلی که میدانید هر فریضه که در اسلام هست، هر رکن و هر عبادت و شعاری که در اسلام هست، دشمنان دین ستیزان، اسلام ستیزان تا توانستن داخل وی بدعت داخل کنند، خرافات، گپای گفته، گپای دروغ، تا که اگر مردم را برگردانیده نتوانند هم تا حد مردم را مغشوش و اختلاط کنند که مردم در آن عبادت ها به یک چند مشکلی ها روبرو شوند. به یک چند مشکلی ها در مسئله نماز ببینید، هم اگر به خود نماز همان گونه که پروردگار امر میکند انسان نگاه کند، نماز به جز راحت چیزی دیگری نیست، اما اینقدر بدعت و خرافات های داخل نماز کردن که مردم از نماز میترسند. مردم گمان میکنند کسی که نماز میخواند او دیگر به هیچ کار دست نمیزند، و هیچ کار دیگر وقتش هم نمیشود، در حالی که انسانی که نمازخوانه است برعکس هم برکت وقت او هست، هم برکت عمر او هست و هم وعده پروردگار است. و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. این پروردگار رزق نمازگزاران را میدهد. عیناً همین گونه درباره حج هم که پنجمین رکن اسلام است و به اتفاق کلی مذاهب، تمام علما، هر کسی که حج را مسخره میکند، هر کسی که حج را انکار میکند، او مسلمان نیست اصلا. داخل حج ما، داخل این رکن ما هم تو میتوان هر روز یک گپ دروغ، هر روز یک گفته، یک ساخته، یک خرافات داخل میکنند تا که مردم را یا پیش راه مردم را از این فریضه بگیرند. ولی خیلی که میدانید این نور الله هست. اسلام و تمام فریضه هایی که در اسلام هست شعار پروردگار است که کسی آن را خاموش کرده نمیتواند. بیاید اینجا درباره این گفته ها کوتاه باشد هم همراهتان صحبت داشته باشیم. پیش از همه این شاید از اول پیدایش شوروی بدبخت در کشورهای ما باشد که اینگونه در ذهن پیران سالان مقاله مانده است که وقتی همسایه گرسنه داری و تو حج میکنی اصلا حجت قبول نیست. وقتی تو همسایه گرسنه داری و حج میکنی اصلا حجت قبول نیست. بعد از این و این همراه کردن وقتی راه دهه ویرانه هست تو راه میسازی، اصلا برای تو حج همین حج تو هست. یعنی وقتی که حج نرفتی و برای مردم برای ساختن راه برای مردم پول حجت رو صرف کردی، تو الکه حاجی هستی. و همین گونه چقدر کارهایی که اصلا به ذمه مردم نیست، به ذمه مقامات است، گذاشتن بالای حاجی ها و تا امروز سوال می شود که آیا همین درست است که میگویند اگر همسایه گرسنه داشته باشی تو حج نکن که گناهکار می شوی. عزیزان، مسئله حج که فرض الله یگانه هست به همسایه هیچ رابطه ندارد، به یتیم خانه و به مسجد هیچ رابطه ندارد. آره، کمک کردن به یتیم وقتی که شرایط داری حتمی است. حتما در اموال تو و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در مال هر یک مسلمان کمی کم باشد هم مقدار جدا شده است، مخصوص برای آنهایی که محتاج هستند و محروم هستند، البته برای یتیم ها هم، البته برای محتاجان هم. اما این معنای آن را ندارد که نه برای تو از حج هم فرض‌تر این است که به همسایت کمک کنی. به فرزندت کمک کردن حتمی است. یعنی برای هر یک مرد به گردنش فرض است که فرزند خود را، همسری خود را، پدر و مادری خود را نگاه و بین کند. اگر خواهر و برادرای معده داشته باشد و در ذمه او باشد، یعنی خیلی کوچک و نابالغ باشد، بجز اینها بالای یک نفر مسلمان نگاه و بینی کسی فرض نیست. هر کس خانه خود را دارد، زندگی خود را دارد، به قدر توان به آنها کمک میکنید. و لیکن از پول حج اگر یاردم نکردی حجت قبول نیست، دروغ محض است.
برای همین هرگز نباید هیچ یک مسلمان نه من حج نمیکنم پول حجم رو و فلان جا دادم با همین من حاجی شدم، شاید در نزد خود و در نزد چند نفر که خیلی دوست می‌دارن از پول سراینده ها نه، از رقص و بازی نه، از کنسرت هایی که دم و بدم در همه جا صدایش همه جا رو میگیرد و این همه پول ها برای چیپته ها یا گفتیم بلیتی کنسرت ها صرف می شود. با این نه، مخصوص از پول حاجی ها میگیرن، میگن نه فلانی حاجی شد برای اون که او به یتیم خانه کمک کرد، به مکتب کمک کرد، به راه کمک کرد. ولی آیا این رو اسلام میگوید؟ در کجا اسلام گفته است که تو حجت قبول نیست تو باید این کارها رو کنی؟ نه، اگر توان داری اون کارها رو هم بکن، اما و اتم الحج و العمره لله، کسی که شرایط دارد و حج نمی رود برای او، یعنی این کارش هر دمی که تو شرایط داری و چی شرایط مالی و شرایط سلامتیت میبردارد و نمیروی، انسان گناهگار میشود. کی هم نباشد او، کی هم نباشد، هزار در اطرافش یتیم خانه باشد یا همسایه یتیم داشته باشد یا راههای ویرانه سیلی باشد که هر سال میدانید چقدر این آسیب ها در همه جا هستند. پس اولین خرافات و دروغ و حتی میگیم بافته دشمنان دین که از پول یک چند نفر، چه خیلی گفتم سراینده و رقاصه نیو باز میخوان از پول حاجی ها مشکلی های خود را حل کنند یا جایی که باید خودشون صرف کنند صرف نمیکنند. این است که حاجی تو حج نرو، انا این کار رو کن حج تو قبول است. از کجا قبول است؟ به گفته ای که مگر شریعت به دهان یک دو سه انسان است. قبول بودن حج یک نفری که خودش حج کرده آمد حتی به دست پروردگار است یا گفتیم به اراده پروردگار است. و چیز دیگر عزیزان اینجا گمان میکنن با همین، نه اصلا ما اول بعضی ها، یعنی این مسئله یک سو گذاریم، انسان هایی هستن که شرایط دارن برای حج رفتن و حج را به یک مسئله که در خود داخل جامعه ما به فرض الله نیو زیادی به یک کار نگاه میکنند که گویا مخصوص انسان های ثروتمند است. یعنی گویا که حج مال ثروتمندان باشد و تو شرایط داشته باشی، هم اول باید خانه‌دار باشی، اول باید ماشیندار باشی، اول باید تویت کرده باشد، اول هزار و یک چند شرط و شروط دیگر، بعداً حاجی شوی. در حالی که وقتی که شرایط داری، حج از مسئله های کوچک نیست، از 5 فرض اساسی اسلام است، از 5 بنیادگر اسلام است که هر یک مسلمان شرایط داشت اولین کاری او باید حج باشد و یقین داشته باشد به وعده پیامبرش صلی الله علیه و سلم. پیامبر میگویند وقتی شما حج و عمره میکنید، پروردگار کم بغلی و گناه ها رو از شما میبرد، کم بغلی از زندگی شما میرود همان گونه که زنگ آهن با علاب پاکیزه می شود. یعنی مسلمان حقیقی باید یقین داشته باشد که پولی که برای سفر حج، اما به شرطی آنکه خالصانه باشد، برای مرا همه حاجی گویند و دیگر من هم به صف ثروتمند و همراه شدنم نه، فقط به خاطر آنکه پروردگار پولی که جمع کردم برای راه تو، برای حج تو، برای عبادت تو من صرف میکنم. گویان کسی که حج کرد یقین بدارد وعده صادق المصدوق پیامبر صلی الله علیه و سلم حقیقت است که او کم بغل نمی شود، پولی صرف کرده او به او برمیگردد. یعنی یکی بافته های دیگر گفتیم یا گفتیم خرافات های دیگر این است که حج را کردن مال مخصوص ثروتمندان. خانه نداری چرا حج میکنی؟ اصلا مردگار است چرا حج میکنند؟ بگذار تاجران به حج روند. تو بچه ختنه توی کردگی نیستی چرا حج میکنی؟ عقیقه کردن مسئله سنت باشد یا کودک در 7 روزگیش برایش اگر شرایط داشته باشی گوسفند را کشتن اگر مسئله سنت باشد، سنت مؤکده، اما مسئله حج فرض است که این را باید هرچی جوانتر انسان انجام داد، هرچی در جسمش نیرو هست و او به کمک کسی محتاج نمی شود. و از دوامی گپ یک باره می توانیم خرافات دیگر را گیریم و این چنین هم قانونا هم در ذهن مردم حج را مخصوص پیران سالان هم کردن. در بعضی کشورها از 40 بالا، در بعضیش از 36 بالا، یعنی بر علا بالای قانون الله قدم نهادن و عموما گفتن اون که گپ من گپ است، من عموما قبول ندارم سخن الله را، پناه به الله. حج کردن مخصوص پیران سالان نیست، حج کردن مخصوص 60 ساله و 40 ساله و 50 ساله نیست. الله میگوید
ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. وقتی که تو شرایط داری، برای الله گردن تو فرض است که حج انجام دهی. مردم به خاطر الله و اینکه این فرض الله هست باید حجشان را انجام دهند. و البته ما میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفع القلم عن الثلاث گفتن، یعنی گناه نوشته نمیشود و یکی از آنها عن الصبی حتی یحتلم، از کودک تا اینکه به بلاغت نرسد. یعنی بالای کودک چگونه که نماز فرض نیست، حج هم فرض نیست و جز زکات که مسئله اختلافی است، چون زکات مال کمبغلان هم هست. ولی در مسئله حج کسی که به بلاغت رسید او باید حج کند. حج رو 60 ساله آدم میشوی بعدم میکنی. مثلا بعضی جوان ها هستند در 25 سالگی 24 سالگی وقتی میبینن مردم چقدر حج انجام میدهند، چقدر در موسم حج در مسجد و در مینا و دیگر مزدلفه و عرفات و در اینجا هستند، آنها هم دلشان تپش میزند که من هم میخوام در اونجا باشد. اولین نصیحتی که از بزرگان میشنوند، ها وقتی بزرگ میشوی میکنی، حج هنوز برای تو نه، وقتی کلان شدی میکنی. ببین پدر بزرگت در 80 سالگیش حج کرد، مادر بزرگیت در 70 سالگیش حج کرد. تو 25 سال اول خانه دار شو، اول ماشین دار شو، اول زن و فرزنددار شو، بعداً حج میکنی. یعنی همین گونه مایان حجی که فرض الله هست از همه عقیب مونده است. اگر گفتیم نه خیلی پول زیاد میرود مسئله دیگر است، چون الله خودش میگه که من استطاع الیه سبیلا. شرایط داشته باشید و حج روید، شرایط ندارید برای شما حج فرض نیست. اما نه، من برای دیگر کارها شرایط دارم و حج رو میگذارم بعد از 50 سالگی هم، بعد از 40 سالگی هم. بر علاج خیلی گفتم یکی فرض های الله رو به عقب ماندن، آن رو برای پیران سالان گویا باید حج کنند، بعد از آن هم می شود، ولی کی میداند که کی به چند سالگی می رسد. و خیلی گفتم حج عبادتی هست که مثل نماز نیست یا مثل روزه نیست، عبادت 6 روزه هست. اگر کاملا انجام دادید 6 روز در دوادو هستید و انسان های پیران سال در این دوادو و راست ایستادن و نشستن و یعنی 6 روز بیرون از خانه، کلا بیرون از خانه، گفتیم در کوه و در صحرا و در کوچه، گویم امروز که اینقدر صحرا و مانند نیست، عموما بیرون از خانه 6 روز وقتی خود را کاملا گذرانیدن، این برای پیرانسالان خیلی مشقت است. برای همین در جوانی حج کردن فرصتی هست که هر کسی که شرایط داشته باشد حتما انجام دهد. اما اینکه بعد از 40 سالگی، بعد از 50 سالگی، چه خیلی گفتم بافته مردم است، ساخته مردم است. اولین درجه ساخته دشمنان دین است که نمیخواهند جوانها در عبادتهایشان، در عملهای دینیشان خیلی کوشا باشند و در آوان جوانی و این عملها دست بزنند. یعنی نه، بعدن در حالی که خیلی گفتن وعده پیامبر است که حج کردن تو سبب کمبغلی تو نمی شود. مسئله دیگر درباره زنها هست. زیاد خواهرها که با بنده در تماس هستن میگویند من خود بیوزن هستم، شرایط دارم، اصلا بیوزن باشم هم برای حج رفتن شرایط دارم، اما به من میگویند تو صغیره داری یا یتیم داری، برای تو حج رفتن ممکن نیست. من این رو شنیدم و دو دله موندم. یعنی همین گونه گپ که گویا، یعنی بافته مردم که گویا زنی که یتیم دارد عموما برای او نه صدقه کردن نه حج کردن جایز نباشد، نه صدقه کردن نه حج کردن جایز نباشد. و حتی صدقه فیتر که خودش فرض است، یعنی زکات فیتر، همون کیلوگرمی کمی که بعد از روزه میدیم فرض است. بعضی میگفتن نه، بیوزن اگر پولدار باشی هم تو که بیوزن هستی یا کودکایی بی پدر داری برای تو جایز نیست. این هم یک بافته محض است. همسران پیامبر از ما اولادتر هستند به تقوا کردن. بعد از مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم به موسم حج می رفتند، به عمره می رفتند، دست جمعی، بار همراه عبدالرحمن ابن عوف، بار همراه عثمان ابن عفان خطا نکنم، به حج رفته بودند در حالی که محرم نبودن. آنها به حج رفته بودن. یعنی حج رو به صغیره داری نداری نه، الله میگه شرایط رفتن داری برایت فرض می شود. و حتی در ما حدیث در بخاری مسلم است که به همین حدیث تکیه کرده جمهور علما میگویند برای به حج رفتن زن، جمهور علما، وقتی گفتیم یعنی اکثریت علما میگویند
برای به حج رفتن زن حتی محرم لازم نیست. حدیث در بخاری مسلم است که وقتی دو نفر آمده به پیامبر از راه زنها شکایت میکنند که داد از دست راه زنها چیکار کنیم که ما رو غارت میکنند و امان در راه ها نیست، پیامبر میگویند چی کنید؟ به روز می شود، یعنی روز می آید که یک زن از حرا، از آن همه دوری عراق پیاده قصد خانه خدا میکند، قصد سفر حج میکند. اینقدر راه ها امان است که بجز از الله از کسی نمیترسد. او می آید برای حج تک و تنها از حرا، آن هم از عراق، و راه ها همه امن و امان میشوند. انا همین حدیث رو گفته جمهور علما میگن پیامبر اینجا خبر دادن که یک زن به حج می آمده است وقتی راه ها امان است. پس حدیث هایی که از برای تنها سفر کردن زن ممکن نیست یا عموما حلال نیست است وقتی که راه ها پر از خطر باشد و این چنین سفری فریضه نباشد. اکنون ببینید که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمانشان و یگان زن نگفتند که هی زن هستی حج نکن، تو شوهر داری یا نه که حج میکنی، یا تو یتیم داری حج نکن. و حتی وقتی زنها آمده گفتن پیامبر الله تمامی ثوابی جهاد رو مردها گرفتن، ما چیکار کنیم؟ پیامبر گفتن حج، یعنی جهاد شما حج است، زنها شما حج کنید، شما برابر مجاهدین اجر میگیرید. پس از این هم که نه خودش یتیم دار است او نباید حج کند، او جوان است 30 ساله است نباید حج کند، یعنی زنی 30 ساله است، زنی چند ساله است حج نکند. اینها هم یکی از گفته های الله، ببخشید از ذلت اللسان، از گفته های مردم است که این گونه در این مسئله هم باز هم جدا کردن که نه، اگر ما نگاه کنیم که ها باید موافق قانون مردم حاجی شوند، میبینید که بجز اندکی دیگر کسی حاجی شده نمیتواند، یعنی حج رفته نمیتواند. اما این هم یکی از خرافات ها هست. چیزی دیگر عزیزان، مسئله این است که پدر و مادرش حج کردگی نیست، آیا او حج کرده میتواند یا نه. یعنی در ما شکر پروردگار یگانه این نعمت است که خیلی قدر پدر و مادر در اکثریت مردم ما بالا هست. یعنی مردم حتی در مسئله حج کردن پیش از پدر و مادر حج کردن خجالت میشوند. یعنی اینقدر احترام خوبی داریم. اما عزیزان مسئله فرض است. برای همین برادر مثلا در نزدیکی مکه و مدینه است یا برایش خیلی به آسانی به دستش ویزا آمد، ویزای سیاحی که الحمدلله این مدت 2 سال باز شد و باز هم راه حج آسانتر شد. در این وقت حتمی نیست که نه پدر و مادرت نرفت برای تو حج کردن ممکن نیست، جایز نیست. این هم یکی از گفته های مردم است. یعنی برای احترام پدر و مادر این رو گفتن. بدین باشد هیچ رابطه ندارد، بدین این سخن هم هیچ رابطه ندارد. چیزی دیگر عزیزان میگذاریم. بعد از بازگشت از حج، خیلی گفتم حج عبادتی هست که پروردگار امر میکند و کاش مردم این رو عادت و شهرت و خودنمایی و رمزی پولداری و بای بودن خود را نشان دادن نبو. عبادتی هست که چگونه که پیامبر به مدینه و مکه وقتی که به حج رفته بودن، لا ریاء فیها ولا سمعه، دعا کنان که پروردگار حجی که بدون خودنمایی و بدون ریا باشد برای من نصیب کن. گویان با سر خم داخل مکه شده بودن، این گونه مردم حج را این گونه قبول میکردن که دیده ایستاده مخصوص برای شهرت بعضی ها می روند در آنجا از اول تا آخر در دستشان پریاموی افیر یا گفتیم پخش مستقیم، ببینید من در اینجا هم، ببینید من در اینجا هم. انسانی که به حج رفت و به عبادت رفت و در آنجا تمنا دارد که پروردگار این عبادتش را قبول کند، آیا برایش میخورد که برود آنجا از اول تا آخر به جز نوار کردن و به جز از این طرف آن طرف دیگر خود را رکلام کردن چیز دیگری نکند. برای همین پروردگار نصیب کند برای مردم ما پیش از خیلی گفتن برای اکثریت پیش از اینکه به حج روان اولا بدونن که به کجا رفته ایستادن، برای چی رفته ایستادن. برای اینکه یک مصیبتی آمده است که مایان به چشم شهرت و به چشم پولداری خود را نشان دادن اکثریت ما نگاه میکنیم. اینجا زیادی ها هنوز به حج نرفته نقشه میکشن که ما چگونه چی میگن نامش رو حاجی آشی کنیم یا توی حاجیان کنیم، حاجی تویان کنیم، چیزی هست یعنی مخصوص برای مردم توی دهیم که بعضی ها حتی گاو میکشن، بعضی ها یک چند روز، یک هفته، بعضی ها
خیلی دور و دراز به مردم خوراک میدهند. پیش از همه عزیزان چه خیلی گفتم، مسئله حج کردن این نیست که تو رفتی و قهرمان شده آمدی. این نیست که تو رفتی و دیگر از دیگران بالا شدی، حتما همه باید به تو تعظیم کنند، همه باید حاجی گویان بالا بردارند. رفتی که عبادت انجام دهی. اوره، خوش به حال نفرانی که به خاطر الله پول خود را، وقت خود را صرف میکنند. 6 روز کمی در مینا و کمی در مزدلفه و کمی در مسجد حرام و باز در رمی جمرات و همش در بیرون در زیر آسمان صاف در عبادت پروردگار، همیشه با عبادت این روزها رو میگذرانند. اون هم از تاجیکستان ما یا از دیگر کشورهای آسیا که با این قدر خرج مبلغ زیاد میروند. خوش به حال نفرانی که خالصانه این مبلغ و این وقت خود را برای الله صرف میکنند، که چون این عمل هم عبادت هست و انشاءالله که دعاهایشان هم در آنجا اجابت است. اما هنوز نرفته، هنوز الله برای ما چگونه عبادت را نصیب میکرده باشد، از این فکر نکرده که بعضی ها میروند و 6 روز فقط بیمار خواب میکنن. انسان هایی هستند که 1001 وصیت کردم وقتی من می آیم این گونه مرا پیشواز میگیرید، این گونه برای من توی میکنید، این همه محله باید بفهمند، این گونه همه باید لباس بپوشد. اما رفتند و فقط 6 روز بیمار بودند و بعد از بیماری آمدند که یگان فریضه الله را انجام داده نتوانستند. یعنی این گونه هم انسان ها هستند. این یکی از مصیبت دیگری و مشکلی های دیگر این است که هنوز به سفر حج قدم ننهاده بعد از برگشت چگونه ما چاره‌بینی کنیم، چگونه ما شهرت طلبی و دیگر به مردم آوازه و دروازه کنیم، در فکر این هم. گویا که چگونه که حج کردن فرض است، آمدن و معرکه کلان کردن و این همه مردم رو دعوت کردن و واهمه کردن و لباس مخصوص برای چند اولاد پوشانیدن این هم فرض باشد. یعنی این گونه نگاه میکنن که الان میشنوید زنهایی هستن که میگن برای حج کردن مبلغ داریم اما بعد از برگشتن برای مهمانی باید مبلغ جمع کنیم، بعد از برگشتن برای حج تویی میگن، حج آشی میگن، برای اون ما مبلغ نداریم، برای اون مبلغ. در حالی که چی پیامبران باشن چی صالحین باشن وقتی عبادت میکردن همیشه با خشوع به الله دعا میکردن، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار بر این عبادت ما رو قبول کرده باش، پروردگار از تو التجا میکنیم و عمل رو انجام دادیم تو از ما قبول کن. گویا که عمل ما الکی قبول شد و به ما پروردگار کلا به دستمون شهادت حاجگی رو داد که بعضی الکی به توی دبدبه و این رو اگر نکردن دیگر او بیچاره حتی نامش حاجی هم نیست. یعنی انسان هایی که آمدند و به مردم توی ندادند و معرکه ندادند تقریبا نمیشنوید که کسی بیچاره رو حاجی گوید، اما حاجی همون نفری هست که به مردم واهمه کرد و این همه خرج و خراجات کرد. و پیامبر اینها رو کرده بودند، صحابه ها اینها رو کرده بودند. چگونه که با سر خم به حج می آمدن، با سر خم پروردگار از ما قبول کرده باش گویان برمیگشتن، کسی رو نه تبریک میکرد. چگونه که بعد از نماز فقط دعا میکنیم که تقبل منا، از ما قبول کن، دیگر امیدی نداریم، دیگر امیدی به جز قبول نداریم. این گونه باید باشد، یعنی باید اینجا خاکساری باشد، باید اینجا دعا باشد. آره دارید کمی زیادی دارید میشود اون رو خیر کرد، چقدر گرسنه ها هستند، اما شرط نیست اعلان کردن و این چیز رو باز حتمی دانستن. مسئله دیگر به نزدیکی خاله پروردگار عمرشان رو قبول کند، همین سوال رو به من فرستاده بودن که چند نفر دیگر شریک شدن که این چیز حقیقت دارد. گویا در بعض مناطق کشور ما میگفتن وقتی تو حاجی شدی 40 روز نباید از خانه برایی، یعنی انسانی که حج کرده آمد برای او جایز نیست که 40 روز از خانهش خارج شود. و عجب رقمی 40 در ما خیلی یک رقمی مشهور است. بعد از عزاداری 40 روز داریم، بعد از توی شدن 40 روز داریم، کودک رو 40 روزه میکنیم، در حاجگی هم 40 روز بوده است. نمیدونم این رقمی 40 اینقدر محبوبی مردمی ما هست که به همه جا داخل کردیم از کجا باشد، یعنی دلیل این چیز از کجا باشد. ببینید
گویا که این گونه بود است که تو نباید 40 روز از خانه خارج شوی و خارجی که شدی، علل خصوص زن باید 40 روز در خانه باشن. و بعضی بیچاره میپرسن آخر من به تعزیه خویش و کبارم باید بروم، به بیمار بینی باید بروم، مثلا مادری پیر دارم که او آمدن نمیتواند، من باید بروم، این چی میشود؟ آیا شریعت این گونه امر میکند؟ 40 روز در خانه نشستن تماما به حاجیگی رابطه ندارد. خیلی گفتم انسانی که حج کرد رفت و عبادتش رو انجام داده آمد، دیگر و انسان معمولی هست. در داخل حج آره، در مدتی که تو در احرام هستی برای تو حرام است که نکاح کنی، برای تو حرام است که صید کنی، اونجا چند محظورات دارد، مثلا لباس دختر پوشی برای مردها، زنها که لباس عادی خودشون که حج میکنن. اما این که شما حج کردید و به خانه برگشتید، دیگر شما انسانی کاملا معمولی هستید که چیکار خواهید میکنید. دیگر برای شما نه این ممکن است و آن ممکن نیست، این گپا اصلا یگان اساس ندارد. کلا خیلی گفتم بافته مردم است که این هم با سخت کردن حاجی ها که نه ما چگونه میتوانیم حاجی شویم، بعدا نمیتوانیم 40 روز در خانه باشیم. مسئله دیگر عزیزان، مسئله هست که بعضی ها گمان میکنیم، یعنی بعضی ها در بعضی نوارها هم میبینید گویا که یک نفر حاجی شد دیگر او رفت و کلن فرشته شده آمد، یا گفتیم کلن عالم شده آمد. یک حاجی که آمد و گناه کرد دیگر در بلای مردم میماند. ای دل من از حجشم ماند، دل من از حاجی ها ماند، فلان حاجی رو ببین چی کارها کرده گشته است، ای اگر حاجی فلانی باشد من اصلا حج نمی کنم. یعنی این گونه گپ‌ها رو هم خیلی میشنوید. اما آیا به عقل یک انسان سالم می‌گنجد که گویا که حج جایی باشد که تو میروی کلا خاراکتر دیگر شده می آید، کلا دل تو دیگر شده می آید، زبان های تو پیچ توپ میخورد و دیگر هیچ کلمه خوب از تو نمی آید، کلا یک انسان 100% یا گفتیم 180 گرادوس دیگر شده می آید. این گونه چیز به عقل انسان سالم میگذرد. انسان برای تغییر یافتن، تغییر دادن خاراکترهای بدش به سالها نیاز دارد. و یک روز و 2 روز یا یک ماه سفر حج که اون هم فقط 6 روزش در حج هست یا در عبادت هست، نه، به سالها نیاز دارد که انسان خاراکترهای بد، گناههای پنهانی خودش رو ترک کند. پس چرا اینقدر انتظاری داریم که گویا که فلانی حج رفته آمد دیگر او فرشته شد، او از او هیچ گناهی نباید انتظار شد، او 100% این طرف شد، اگر گناهی او کرد باز عیب حج است، عیب اسلام است که گویا ما میگیم نه ما دلم کلا از حج ما فلانی رو ببین. اما این رو باید عقل سالم خیلی گفتم بپذیرد که حج عبادتی هست، عبادتی هست که برای مسلمان پروردگار با حکمت‌های خود فرض کرده است. در نوار درباره صحبت کرده بودم تا که ما سفر کردن رو بیاموزیم، تا که جمع کثیر مسلمان ها رو ببینیم، تا که در آنجا بای و قنبغل، شاه و مملوک همه رو با یک 2 پارچه لطه سفید ببینیم که انا این گونه همه در نزد پروردگار برابر هستند و خرج کردن برای عبادت رو یاد بگیریم. اما این معنیش نیست که انسان هایی هستند که در حقیقت تا اندازه تاخیر مییابند، میروند و دیگرگون میشوند. چند نفری هستند که بعد از سفر حج گناههای کبیره خود را ترک کردند. اما خیلی کلا مثل فرشته شده یک نفر آید، این چیز را نباید انتظار شد که او انسان از عبادتش رو شکر پروردگار به او توفیق داد که الله انجام داد، اما از اون زیاده از اون نباید چیزی انتظار شد. مسئله دیگر، فلانی حاجی هست چونین گفت چونین حلال است هم هست. یعنی در یوتیوب دیدم، نمیدونم خانومه که بود، من اصلا حج کرده اومدم من در این باره صحبت میکنم، گویان در یک مسئله حرام خیلی به حضور صحبت میکرد که من گفتم آخر 6 روز رفتی و عبادت کردی، نخواد تو در آنجا کلی دیگر حلال و حرام رو یاد گرفت اومده باشی که امروز بنشینی بگوی من حاجی هستم، من چه حلال است حرام است میدونم. یعنی آدمی که میرود 6 روز عبادت انجام میدهد، بعد از این کمی از آنجا از عربستان سعودی گردش میکند و میآید، دیگر کلا او رو هم سخنش دلیل است، کارهایش همش دلیل هست، چیزی میگوید دانسته میگوید. این گونه قبول کردن هم کلا از عقل سالم، یعنی به منطق هیچ راست نمیآید که به این باور کنیم. او که رفته در آنجا طلب علم نکرد، او که اونجا رفت برای طلب علم کردن 1 ماه یا 6 ماه یا 7 روز و 8 روز که هرگز کافی نیست. انسان ها 30 سال و 40 سال و 80 سال و تمام عمرشان رو به علم میدهند، باز هم
در مسئله های میترسن که شاید خطا باشد، شاید درست باشد، ولی من خواندم و تا حد میرسانم. پس این هم یکی از خیلی گفته های عجیب یا فانتزی مردم است که حاجی گفتی مسئله درست بوده است یا حلال بوده است یا حرام بوده است، گویان هم صحبت میکنیم گویا که ولکه عالم شده هم اومده باشد. ولی خیلی گفتم مسلمانی هست که رفت و عبادت هایش رو انجام داد و دعا خودش هم کند و مردم هم برایش دعای نیک کنند که الله از او قبول کرده باشد. و اینجا عزیزان مسئله دیگر مسئله هست که خیلی گفتم مردمی ما اکثریتمون برای خود را کوچکتر از آن می شماریم که حج کنیم. گویا که نه من چی بو حج کردن چی، تو چی بو حج کردن چی. و دخترکایی که شوهر نکرده هستن، بعضی خواهرکانی هستن که بیمار هستن، 25 26 27 سالشون هست، شرایط برای حج کردن دارن اما میگن شوهر کردگی نیست حج نکند. ولی هر کسی که از خواهر و برادران تاجیک به حج رفتن میدونید که در کشورهای ملز اندونزیا دخترک رو تا حج نکند به شوهر نمیدین. او اول باید فرض الله رو انجام دهد بعدن شوهر کند. دخترکان حتما اول حج میکنن بعدن شوهر میکنن، به هر قیمتی باشد پدرش او رو اول حج میکنن. یعنی این مسئله رو در مسئله حج کردن این گونه فکر باطل خطا که از دشمنان دین آمده است، از دشمنان الله آمده است که حج مال پیران سالان است، حج مال عموما به همه جا دستشو میرسیدگی تاجران است، باید از سرمون گیریم. حج هر مسلمانی که چی جوان باشد، چی پیر باشد، چی بیوزن باشد، چی یتیم باشد، چی بیزن باشد، چی بیشوهر باشد، قدرتی راه را دارد. یعنی برای رفتن و اومدن پول دارد و این چنین سلامتیش رفتن و اومدن را برداشت کرده میتواند، برایش فرض است. بقیه هر چیزی که هست گفته مردم است. این بود عزیزان صحبت امروزه من. پروردگار نصیب کند سال دیگر در این وقت ما و شما هم عظیم خانه پروردگار باشیم، ما هم مهمان خداوندی یگانه در نزد کعبه باشیم و پروردگار دعاها و عبادت تمام حاجیان را قبول کرده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.